سلام دوستای عزیز و نازنین، یک بار دیگر خوش آمدید در یکی از دیگر از ولاگ‌های فامیلی ما. این بار ما آمدیم بیرون از شهر خود ما، یعنی شهر ناتینگام. این بار در یکی از شهرهای مشهور انگلیس، یعنی به نام لیورپول آمدیم که لیورپول به دلایل خیلی مشهور و محبوب است در انگلیس. یکی از دو باشگاه مشهور انگلیس به نام لیورپول و دیگریش چی بود؟ اورتون و لیورپول باشگاه مشهور انگلیس در اینجا، و یک موزیم خیلی مشهوری در نام لیورپول ورلد موزیم است و ای که نزدیک آب و چندین دریا و دریاچه داره و گردشگران اینجا خیلی زیاد می از جاهای مختلف، از کشورهای مختلف. و امروز ما آمدیم در یکی از مشهورترین جای شهر لیورپول به نام ورلد موزیم، یعنی موزیم جهانی، که میخوایم با شما عزیزان یک جای بریم این موزیم رو ببینیم که چی دارد. البته اگر اجازه زیر داشته باشد که عکس و ویدیو ازش بگیریم. با ما همراه باشید، لایک و سابسکرایب هم یادتان نره عزیزان. تا آخر برنامه با ما همراه باشید. سلام دوستای عزیز، خدمتتون باشید. همونطوری که خانم بهیمه گزارش داد دیگه اون همه چیزا رو گفت، ان شاء الله می‌بینیم. آره بریم دوستا. یکی از جالبترین و مشهورترین بخش از این موزیم بخش مومیایی بود که این بخش شامل 20 تا جسد مومیایی شده از مصر باستان که تقریبا مربوط 500 سال قبل از میلاد می باشد و اینا جسد واقعی می باشد که مومیایی شده و اینجا نگهداری میشه که هر کدام اینها داستان جداگانه خود را داره. که یکی از جالبترین چی بود که یکی از این جسدها مربوط یکی از سربازای انگلیسی می باشد که در اون زمان در حال خدمت در مصر بوده و بعدا انتقال داده شده در انگلیس که حالا جسد چه مومیایی شده و در این موزیم نگهداری میشه که هر کدامش اینجا نوشته داستانش. Big organ of the colorfin has a left hobbit and the word Identify. Dead person. و اینجا این بخش مربوط خدایان مصر می باشد که شاید هم در سریال یا در سریال یوسف پیغمبر اینا دیده باشین که اینی یک از مشهورترین چه به نام احخ ماهویه که من نمیتونم درست تلفظ کنم و اینجا امو چهره های و یا خدایان مشهوری مصر است و ما اینجا چند تا عکسی فامیلی یادگاری گرفتیم که باشد به یادگاری و این بخش همینجا به اتمام رسید.
خب دوستان نازنین، ما رسیدیم در بخش حیوانات جنگلی. اینجا انواع و اقسام حیواناتی که در جنگل زندگی نسته و هر کدامشان با مشخصات و که کجا و چه قسمی و چه رقمی است می باشد که واقعا برای اطفالا خیلی مفیده. بخشی دیگه، بخشی که بسیار مفید و جالب است برای اطفالا، بخشی ساینس است که این بخش تشکیل از آشیای فیزیکال ساینس و آشیای نجومی و فضایی است. مثلا این شکل واقعی ما با صخره هایی که از ماه آورده شده بود که فکر کنم این بخش خیلی برای اطفالایی که صنفی 7 8 و یا 6 هست خیلی مفید می باشد که حتما برشون پیشنهاد میدم که اگر نزدیک لیورپول زندگی نید حتما اینجا یک دفعه سر بزنید با اطفالای نازنینتان. ما از اینجا بیرون شدیم و این شهر زیبای لیورپول که خیلی واقعا با صفا، تمیز و پاک است و اینم یک عکس یادگاری از سفر ما به شهر لیورپول.